رسیدیم به جلسه سوم نقاشی جیبی آبرنگیمون. 2 جلسه قبلی رو اگر ندیدی حتما ببین که این 3 جلسه در کنار هم یه آموزش کامل از یه منظره است که تو میتونی مشابه این رو هم بسیار عالی کار کنی و حتی تو سایز بزرگتر. برای جلوی کارمون همونجور که میبینی با ضربات قلمو من دارم فرم یه سری چمن‌ها و علف‌ها و اینها رو کار میکنم. تو این شیوه ما نمیایم دونه دونه برگ بکشیم، بلکه به همین مدل جذاب آبرنگی با ضربات قلمو با تاچایی که میزنیم فرم برگامون رو میسازیم. سعی کن قرینه نباشن، همشون یه اندازه نباشن، کوتاه بلند به فرم‌های مختلف باشن. یه جا از پهنه قلمو استفاده کن، یه جا از نوک قلمو. این باعث میشه که حالت طبیعی رو به خودش بگیره و مثل گذشته توی درخت، یادتونه جلسه گذشته بهتون گفتم همون مدلی باید کار بکنی، از رنگ‌های روشن و از رنگ‌های تیره لابلا استفاده بکن و همین فرم خیلی راحت میتونیم این چمن‌ها رو کار کنیم. از قلموی ظریف‌ترمون که میتونه قلموی سرگرد 3-0 یا 4-0 باشه جزئیات خیلی کوچولو رو میتونیم بذاریم، مثل این پرنده‌های خوشگلی که توی آسمون آبرنگی لطیفمون دارن پرواز میکنن. به حالت هفتی البته با یکم فرم به مدل‌های مختلف چند تا پرنده خوشگل و کوچولو رو میتونیم توی کارمون داشته باشیم تا یه فضاسازی خیلی خوب رو تو منظره آبرنگیمون داشته باشیم. دوستان عزیز، اگه دوست دارین که از این مدل آموزش ها بازم داشته باشیم حتما تو کامنت برام بذارین و بگین که چه جور منظری رو بیشتر دوست دارین که تو جلسات بعدی بتونیم با همدیگه از زیبایی آب و رنگ لذت ببریم.